گفتن تلاوت قرآن اولا هست که عذاب اون کم شد. همچنین برادر عزیز امام شافعی رحمت الله علیه گفتن اگر کل قرآن بالای قبر خوانده شود فلا بأس. عبدالله ابن عمر خوب میدونستند، مستحب میدونستند تلاوت قرآن را بالای قبر. بسم الله الرحمن الرحیم. دویم گفتن حکم تلاوت قرآن بالای قبر. اینم یکی از مسائلی هست که خب ما چندین بار جواب هم گفته بودیم و باز هم جواب میگیم که این مشروع هست و در این آیه دلیل ها هستند و ثواب تلاوت قرآن بر صاحبان قبر ان شاء الله که میرسد و این قولم قولای مجتهدین و فقها هستند و اعتماد میکنند به یک حدیثی که در بخاری میگذرد. من متن حدیث نمیخوانم اما ترجمه میکنم. از حضرت عبدالله ابن عباس گفتند رسول خدا صلی الله علیه و سلم نزد دو قبر میگذشت و گفتند که به تحقیق که صاحب این دو قبر زیر عذاب هستند و اونها زیر عذاب هستند با گناه های کبیره نه، بلکه یکی اونها سخنچین بودند، دیگری خود را از پیشاب پاک نمیکردند. و بعدا در دوام همین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار کردن؟ عبدالله ابن عباس گفتن ثم دعا بعصیب رطب فشقه اثنین فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحد ثم قال لعله يخفف عنهما. بعدا میگه بعد که پیامبر صلی الله علیه و سلم این سخنها را گفت و یک نوده تر یک شاخه را گرفت و شکست بالای این قبر و بالای اون قبر خلانید و گفت که شاید امید هست که عذاب اونها کم می شود. در شرح همین حدیث امام نووی رحمت الله علیه چی گفتن؟ حضرت گفتن واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى. گفتن حضرت امام نووی رحمت الله علیه که علما گفتن مستحب دانستن تلاوت قرآن را بالای قبر اعتماد به این حدیثی که الان ذکر کردیم. و حضرت گفتن وقتی که یک چیزی ناجان، یک چوب بگیم سبب تخفیف عذاب میشید از برای میت، پس گفتن تلاوت قرآن اولا هست که عذاب اون کم شد. این سخنها در شرح صحیح مسلم جلد 3 صفحه 202 آمده است. همچنین حضرت امام نووی رحمت الله علیه در کتاب اذکار صفحه 173 چی گفتن؟ گفتن و روینا فی سنن بیهقی بسناد حسن ان ابن عمر استحب ان يقرأ على قبر بعد دفن اول سوره البقره و خاتمتهما. گفتن با اسناد صحیح روایت شده از در بیهقی عبدالله ابن عمر خوب میدونستند، مستحب میدونستند تلاوت قرآن را بالای قبر اول سوره بقره را و آخرش. این در کتاب اذکار صفحه 173 میگذرد. همچنین برادر عزیز امام شافعی رحمت الله علیه گفتن اگر کل قرآن بالای قبر خوانده شود فلا بأس. گفتن بلکه ثواب بر ایشان میرسد و عذاب اون قبر کم میشود به برکت قرآن. این کلی هست برادر عزیز، این احادیث ها و دلیل ها حجت میکنن. اکنون بعضی آدمای هستن که میگن این عمل جایز نیست، بدعت هست. دلیل چون چی هست؟ دلیل این است که پیامبر نکرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم هر عملی که نکردن اون معنای حرام بودن و ناجایز بودن را نمیگه. ما قاعده اصولی داریم که میگه ترک فعل من افعال المصطفى لا يدل على تحریمه. یک چیز رو پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک کرده باشد اون دلالت ناجایز بودن اون رو نمیگه. بسیاری کارها بودن، مثلا جمع قرآن را کی کرد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردن، در عصر رسول الله نبودن، در حیات پیامبر این را حضرت ابوبکر صدیق جمع کردن. تراویح را به شکل جماعت خواندن و 20 رکعت خواندن خب با ختم قرآن کی این را کردن؟ آیا رسول الله کردن؟ نه، بلکه حضرت عمر این را کردن. 2 اذان در جمعه اذان دوم حضرت عثمان بودن و بسیاری مسائل هست که برادر عزیز
اونهایی که میگن پیامبر نکرد ما نمیکنیم، این دلیل قوی نیست. این سخن خودش سخن بی منطق است. همین خاطر این دلیل ها و این حجت ها کلش برای جواز و برای درست بودنی خواب تلاوت قرآن بالای قبر هست. الله نگهدارتون باشد.